سروکی انجمن اجتماعی کردی لسوریه و سکرتری پارتی دموکرات کردستان سوریه سعود الملا و شاندا پیره سردان نویزگاه نونراتی حریم کردستان یعنی کسی کرن دو روزا چهارشنبه 6 ایلول سروکی انجمن اجتماعی کردی لسوریه سعود الملا هر یک جه دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بوریا پد کسی و جگری سروک ائتلاف سوریه و فیصل یوسف امیندار گشتی تفگر چاکسازی کردی لسوریه اندام سرکرداتی آن کسی شلالگد و سکرتری پارتی چپ دموکرات کردی لسوریه سردان نویزگاه نونراتی حریم کردستان یعنی کسی کرن جوینک به سروک و اندام نونراتی را انجام دان تید چند خال هاتن گوتو بیش کرن جوان جی دانستاندن کردی کجالی سعود الملا و هات بحث کرن جالی خواه دکتر عبدالحکیم بشار بحث جوینین کل امریکا بالی ناف دولتی را هاتین لدرخستن و نواروک و داخوازین وان کر هر وها اندام نونراتی حریم کردستان بحث روشا خوندوانین روشاوای کردستان ین لحریم دخینن به همو قناغان و پرسکری کنتین لپیشوان کدبر گر جخوندوانان را هات کرن لسر درفت خوندن راوستیان هر وها اماجه بروش مامستین پنابرین روشاوای کردستان هات کرن مجار فرمن پنابریه و کارت نشتجیبون انگو اقامه پرسکری کنوان بشک جوینی بو و داوی ده بریار هاتستاندن کوشان دکوره آماده کرن دا کو سردان نویزگاه رئیسدار مسرور بارزانی سروک حکومت حریم کردستان بکن وان پرسکری کان جی چاره سر بکن